خواهران و برادران روحانی، زادروز امام محبوبمان را برای یکایک شما مبارک میگویم. بگذار بهترین و فرمانبردارترین مریدان امام زمان باشید. یا امام زمان، ایمان ما را تا دم آخرت سلامت نگاه دارید و ما را در ادای مال واجبات و عملهای نیک پابرجاه نگاه دارید. یا امام زمان، در شور و روزگار ما برکت عطا فرمایید و از ما بیماری و بلا و آفت را دور گردانید. یا امام زمان، فهم حقیقی به ما عطا فرمایید و دیدار عزیز نورانی، روحانی، جسمانی و باطنی خود را نصیب همه ما آرزومندان بگردانید. یا امام وقتی مدد وزگت مددگار تو کد. یا امام گر وقتی غم از غمخوار تو کد. ناس جنانج کوی بغیری تاوت دمت زفدین. یا امام گر وقتی دیدار وز جدیدار تو کد. یا امام گر وقتی دیدار وز جدیدار تو کد. نوری پاکت امامی اخجان خواهد گیری. نوری پاکت امامی اخجان خواهد گیری. کرده برو بر منور آسمان خواهد گیری. کرده برو بر منور آسمان خواهد گیری. نوری پاکت امامی اخجان خواهد گیری. کرده برو بر منور آسمان خواهد گیری. کرده برو بر منور آسمان خواهد گیری. در لباسی زایی گشته و ایدا پیش خلق. در لباسی زایی گشته و ایدا پیش خلق. نوری حق بیند مقامی لا مقام خواهد گیری. نوری حق بیند مقامی لا مقام خواهد گیری. نوری پاکت امامی اخشه ها خواهد گیری. کرده برو بر منور آسمان خواهد گیری. کرده برو بر منور آسمان خواهد گیری. مومنان از فیض تو سرشاری ابری رحمتت. مومنان از فیض تو سرشاری
رونقی دینی مبین بر دیگران خواهد گرفت رونقی دینی مبین بر دیگران خواهد گرفت نوری پاکت امامی حق جهان خواهد گرفت کرده برو بر منور آسمان خواهد گرفت کرده برو بر منور آسمان خواهد گرفت هر آدمی گر جا گرفتی میری تو در دلی هر آدمی گر جا گرفتی میری تو تا حسد رایی امی او را همان خواهد گرفت تا حسد رایی امی او را همان خواهد گرفت نوری پاکت امامی حق جهان خواهد گرفت